نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. علاقمندان دروس عقیده اسلامی و دوستداران برنامه‌های عقیده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمامتان را به درس دیگری از درس‌های عقیده خوش آمدید میگویم. درس امروز ما پیرامون شناختن دین هست. میخواهیم در این درس مختصراً تعریفی از دین داشته باشیم تا بدانیم که دین چیست، دین حق کدام است. و اولین چیزی که در حیات ما لازم و ضروری است و اولین چیزی که سبب هدایت و راهنمایی ما می شود داشتن یک دین است. آن هم دین کامل، دین صحیح و درست، دینی که هرگز در او دین تحریف انجام نشده باشد، نه از سوی دانشمندان آن دین، نه از سوی غیر دانشمندان از ادیان دیگر. دین هم لغتاً معانی دارد، هم اصطلاحاً تعریف دارد و ما می‌خواهیم که مختصراً به تعریف دین اصطلاحاً بپردازیم. دین در لغت به معنای جزا می باشد، پاداش، حساب، طاعت، عادت، نظام، قانون، حکم، مالکیت و سیاست. و اگر اصطلاحاً ببینیم، دین در اسلام معانی مختلف دارد، مانند حکمرانی، کشورداری، دادرسی و حکومتداری. و یکی از خوبی‌های دیگر داشتن دین این است که دین و قانون انسان را به درجه اعلا وصل می‌سازد و دین داشتن انسان را هدفمند در زندگی می‌سازد. دین داشتن انسان را هم سعادتمند دنیا هم سعادتمند آخرت می‌گرداند. نه اینکه دین مانند دیگر ادیان تنها عقیده به موجودات ماورا و طبیعت باشد، نه، بلکه دین باید یک روش زندگی کامل باشد که انشاءالله این روش زندگی کامل را در خلال همین درس خواهیم یافت و در خلال همین درس خواهیم دانست که کدام دین دین صحیح است، کدام دین دینی است که موثق و کامل است. دین آن چیزی نیست که عقیده به موجودات ماورا طبیعت باشد یا این که در زندگی انسان ارتباط نداشته باشد، نه، بلکه دین آن است که علاوه بر موجودات ماورا طبیعت در تمام ابعاد زندگی شامل حال انسان باشد و ارتباط به زندگی انسان داشته باشد. این دین است. دین همان دفترچه راهنمایی برای انسان است که انسان را در زندگی راهنمایی می‌سازد و آن دین دینی نیست جز آخرین دین که دین اسلام است، تازه ترین دین، موثق و کامل ترین دین در عصر حاضر. می رویم کمی تحقیق سراغ لغت دین می کنیم. دین در ادیان دیگر به زبان انگلیسی اگر بخوایم تحقیق کنیم، به زبان انگلیسی دین را religion مجبوراً ترجمه کردند. چرا مجبوراً ترجمه کردند؟ چون که در زبانهای غربی کلمه‌ای برای دین اصلاً ندارند. شما تا می توانید کتب فرهنگ لغت غربی ها و زبانهای دیگر را جستجو کنید، اصلاً کلمه‌ای برای دین ندارند. اگر دارند آن را مجبوراً ترجمه کردند. طبق تحقیقاتی که علما در اکثریت کتب موثق نمودند، هیچ معنا و مفهومی برای لغت دین در زبانهای دیگر نیافتند و این زیرکی را که هم دانشمندان آنها کرده، غربی ها در زبان انگلیسی religion نامیدند، مجبوراً ترجمه کردند
چون که نداشتن لغت، ندارن لغت. در حالی که اسلام یک ریلیجن نیست، بلکه اسلام یک روش زندگی کامل است. اسلام یک روش زندگی کامل است که هیچ کس بدون از داشتن دین زندگی سعادتمند نخواهد داشت. آن هم زمانی که دین داشت، دین مؤثق که اسلام باشد را انتخاب کند، سعادتمند دنیا و آخرت است. زمانی که ما ادعا میکنیم دین ما دین برحق است، دین ما کامل است، دین ما مؤثق است، دین ما تحریف نشده است، حتما ما دلایل خود را هم داریم. در خلال درس ها انشاءالله به دلایل آن نیز میپردازیم.